فاکینگ بهترین صحبت کردن، اما الان فیلم گرفتم یادم رفت دکمه ضبطو بزنم. برداشت 1500. آقا من از 9 دارم فیلم میگیرم، الان 11 شبه. اول اینکه میخوام هدفمو بگم، خیلی زود دیگه جمع کنیم آقا، حوصله ندارم. هدفم اینه که 100K یوتیوب رو تو نزدیکترین زمان ممکن بگیرم. یعنی یه جوری فعالیت میکنم دیگه، قول میدم این دفعه نمیرم که نیام، این دفعه میرم که بیام. آقا هدف اول اینه که 100K یوتیوب رو تو سریعترین حالت بگیرم. نکته دوم، ادامه کانتنت کانال میشه اسمشو میخوام بذارم چالش، و من هر 6 ماه خودم رو وارد یه چالش میکنم و ناموسم رو تو اون کار میذارم. چالش اولمون چالش ورزشه. بیاید با هم همراه بشین، ناموسن 6 ماه بشینیم ورزش کنیم ببینیم بدن چی میشه. ناموسن حالت داشت ورزشکار، حالا سیکس رو نشون نده. فعالیت از 21 پس فردا دوشنبه شروع میشه. این دفعه دیگه میخوام رنده کنم، یعنی جوری نیست که برم برنگردم. و حالا اینو باید جلوتر میگفتم، مرسی ازتون. ویدیوی ریاکت به رتبه کنکور که یا اینجا میاد یا اونجا 1000 تا ویو خورده، لایک و کامنتاشو مرسی ترکوندین و خداییش منم ته دلقک بازی رو اونجا در آوردم. حالا این فعالیت ورزشی که قرار انجام بدیم هم توی تیک تاک، هم توی اینستا و هم توی یوتیوب براتون قرار میدم. امیدوارم دوست داشته باشید. یه قبل و بعد بدنم هم واسهتون میذارم خفن. 6 ماه دیگه واقعا دیدنیه. نکته سوم، به نظرم این مسیر ارزش وقت گذاشتن رو داره. جوری شده که حتی از صدا و سیما هم دارن میان تو این کار. آقا تو هم دنبال یه بیزینسی، حالا نمیگم برو کارتو ول کن، مثلا میگم اونجا کار میکنی مثلا 8 ساعت، تایمی که مونده بیا 2 برابر برای خودت تلاش کن تو همین مسیر تولید محتوا. آره آقا داشتم میگفتم از 2025 تا 2035 تو این مسیر ناموسمو میذارم، یا اینکه آقا نتیجه میگیرم دمم گرم. البته اگه زنده باشن دیگه امیدوارم نتیجه رو بگیرم. یه پیام دارم برای خودت آقا، تو 2035 این مسیر رو بیا جلو. دیدی اومدم جلو، تونستی. این جمله رو از اینستاگرام دیدم، انگیزشیه، میگه اگه اوضاع بهتر شد از همه جلوترم، اگه بدتر شد از همه سرپاترم که کمک میخوام. آقا دمتون گرم، خیلی عشق خواستم این صحبت ها رو داشته باشم با هم. دوستتون دارم شدید. به دیدار مجید.